یا پیغمبر، به جرئت میگم تا حالا خوشمزه تر از این گرانولا تو زندگیم نخوردم. سلام از اینجا، امیدوارم که عالی باشید. بچه‌ها امروز میخوام 2 تا چیز خیلی خوشمزه درست کنم. یه دونه گرانولاه که برای صبحانه عالیه، یه دونه بار گرانولاه که یه میان وعده خیلی خوب و مقوی و سالمه. بزن بریم. چیزایی که برای این صبحانه جذاب نیازه: بادوم درختی، بادوم هندی، گردو، کرنبری که از هر کدوم یه فنجون کافی هستش. یه پیمون دانه چیا بهش اضافه میکنیم. بلافاصله 1 پیمانه پودر نارگیل یا خود نارگیل فرقی نداره. 1 قاشق چای خوری عصاره وانیل. تخم کدو یادم رفته بود، 1 فنجون هم تخم کدو. میتونید از شربت افرا استفاده کنید، هم عسل. من شربت افرا استفاده کردم. 1 پیمانه کافیه. 2 فنجون هم جوی پرک بهش اضافه میکنید. اینم با سلیقه‌ایه، بیشتر هم میتونید استفاده کنید چون من می‌خواستم کم کربوهیدرات باشه. 2 فنجون از نظرم کافی بود. اگر دیدین موادتون قشنگ با هم دیگه مخلوط نمیشه، یعنی اون عسل کافی نیستش، میتونین بازم عسل بهش اضافه کنید. من چون که شربت افرام تموم شد کمی شیره انگور بهش اضافه کردم. شما از شهد خرما هم میتونید استفاده کنید. یه کمی هم نمک بهش میزنیم. بعد از اینکه تمام مواد رو اضافه کردیم به ظرفتون، همش میزنید کامل که قشنگ تمام مواد با هم دیگه مخلوط بشه. حالا مواد رو میریزین داخل سینی فر و کاملا تختش میکنید که یک دست بشه. اگر که نازک بشه که چیپسی میشه دیگه، خیلی باحال میشه. فکر کنم از قیافه همین الانش میشه فهمید که چه طعم بی‌نظیر و خفنی داره. حالا میذاریدش توی فر با دمای 150 درجه سانتیگراد به مدت 45 الی 1 ساعت. وای نگاش کن، خیلی جذابه. واقعیه، اصلا کیک نیست. اینجا رو ببینید چقدر جذابه. خوبیه این که خودتون درست کنید اینه که هر چی که دوست داشته باشید میریزید توش و هر چیزی که دوست نداشته باشید نمیریزید. خیلی خفنه، اصلا قابل مقایسه با اونایی که توی سوپرمارکت ها میفروشن نیست. یا پیغمبر، وای، به جرئت میگم تا حالا خوشمزه تر از این گرانولا تو زندگیم نخوردم. حتما درست کنید، یعنی اگه درست نکنید اصلا تمام فنایی. بریم سراغ بارمون. بادوم هندی، بادوم درختی، گردو، هر چقدر که دلتون میخواد، کاملا دلیه اندازه هاش. چیزی داخل مخلوط کن. همینجوری مثل من ضربه‌ای باید روشن کنید مخلوط کنو که خیلی لهشون نکنه، پودرشون نکنه. چهار پیمونه جوی پرک و 1 پیمونه پودر نارگیل. خوب هم بزنیم که موادمون با هم دیگه همگی مخلوط بشه.
حالا میریم سراغ اون سسش. کره بادوم درختی یا بادوم زمینی جفتش میشه که من بادوم رو ترجیح میدم. یه خورده میرزین داخل ظرف، 3 قاشق روغن نارگیل، قاشق غذاخوری، 1 پیمونه هم شیره انگور. اینا رو کاملا با هم دیگه مخلوطش میکنید که یک دست بشه. نمک هم که دیگه باید توی همه چیز باشه. همه موادی که درست کردین رو به سستون اضافه میکنید و خوب مخلوطش میکنید. حالا موادمون رو داخل ظرفی که مد نظرمون میریزیم. فقط مواد رو خیلی ضخیمش نکنیم چون که دوباره همون حالت چیپسی که میخوایم و بهمون نمیده. ولی از حالت اون گرانولایی که درست کردیم باید ضخیم تر باشه. قشنگ حالا با دست با قاشق میفشاریمش که قشنگ بره داخل هم دیگه، خیلی فشرده بشه. دوباره فرو میذاریم روی دمای 150 درجه. این بار باید تایمش بیشتر باشه. 1.5 ساعت الی 2 ساعت. هی باید بهش سر بزنید دیگه، بنا به ضخامتی که داره تایماش هم متفاوته. این شما و این هم بار جذاب ما. نوبت اصلونه است. بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم، اینو داغ کاتش نکنید. اگر که داغ باشه کاتش کنید ممکنه نرم بشه، ولی اگه یه خورده بمونه خنک بشه کاتش کنید قشنگ سفت میشه. این الان مونده، من صبح درستش کردم، الان بعد از ظهر قشنگ سفت شده. یا خدا اگر درست کردید خوردید منو حتما دعا کنید. مرسی که این ویدیو رو تا آخر با من دیدین. دوستتون دارم. بای بای.